اخباری مهمترین روز را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی شهر پراگ من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. سلام. امروز در برنامه بزرگترین ذخیره‌گاه سیلو در اوکراین آتش گرفت. در فراز این منطقه پرواز هواپیماها و حرکت قطارهای روی آهن و هم انتقال گاز و برق قطع شده است. اقتصادشناس توجیک میگوید سیاست نوی بانک ملی در برابر نتیجه های مثبت برای صاحبکاران عاقبت های بد نیز دارد. هم به خودی بانک ها تاثیر منفی خود میرساند، هم به خودی گویم صاحبکارانی که امروز از محصولات بانکی استفاده میبرند. و شهرت خولماتوف میناروبی سابق توجیک میگوید نمیخواهد دستنگاری کسی باشد و عین زمان سعی دارد به هم تقدیرانش کمک کند. منت نمیکنم، مثال من خودم منت نمیکنم که ما جنگ کردم یا که چی کردم، چیزی کردیم نکردیم برای ملت خودمون، برای دولت خودمون کردیم. روز پنجشنبه 23 مارت یک انبار بزرگ اسلحه در شهر بالاکلیا در ولایت خارکوف آتش گرفت و امروز هم ادامه یافت. در این انبار عظیم‌ترین اسلحه در اوکراین 138,000 تن سلاح و تیر و تفنگ و دیگر مهمات جنگی نگهداری میشد. تاکنون یک انبار سوخته پیوسته صدای ترکیش مواد منفجره به گوش میرسد و آثار این ترکیش‌ها در مسافت تا 2 کیلومتر دیده می شود. خیرمان بخوزاده موضوع را ادامه می‌دهد. از صبح در یک انبار اسلحه وزارت دفاع اوکراین در ولایت خارکوف سوختار و ترکش ادامه دارد. خبرگزاری های اوکراینی میگویند به جای آتش سوزی 500 نجات بخش و 150 ماشین آتش نشانی سفربر شدند. نظامیان و نیروهای مخصوص اوکراین آتش سوزی در انبار اسلحه را خرابکاری بر قصدانه میدانند. از جمله وزیر دفاع استپان پالترک و خدمات امنیتی اوکراین در این باره صحبت کردند. شورای امنیتی اوکراین خرابکاری را از احتمال دور نمیداند. دادستان نظامی آناتولی ماتیوس گفت که قبل از سوختار صدای هواپیمای بی سرنشین شنیده شده است و بعدا ترکیش ها به عمل آمد. تخمین میزند که آتش سوزی میتوانست از بی اهمیتی هم سر زند. از محله های نزدیک این محل 20,000 نفر را به جای امن کوچ دادند. وزارت کارهای داخلی شعبه قبولی مردم را تشکیل کرده تامین آنها را با غذا و آب و داروواری به راه مانده است. ترکیش ها در انبار روز 24 مارت هم ادامه کرد و پیوسته صدای ترکیش به گوش می رسید. در مسافه 50 کیلومتر از محل حادثه حریم هوایی بسته شده است. حرکت نقلیات و قطار نیز متوقف گردیده است. تقسیمات گاز به شهرک بالاکلیا را هم قطع کردند و محله های همسایه اهالی نشین برق ندارند. برنامه را ادامه میدیم. BBC بنگاه خبری بریتانیا آزاده رحمان دختر پرزیدنت تاجیکستان را در فهرست 100 زن با نفوذ جهان وارد کرده است. در این فهرست دختران رهبران بعضی از کشورهای دنیا در میان زنان پرنفوذ جهان جایهای اول را به خود اختصاص دادند. در گزارش گفته شده است که آزاده رحمان را در سال 2016 پدرش رهبر دستگاه ریاست جمهوری تعیین کرد و او همچنین کرسی مجلس ملی را از خود نمود. آزاده رحمان نخستین زن توجیک است که رهبر دستگاه پرزیدنت تاجیکستان تعیین شد. آزاده رحمان 39 ساله در گذشته ریاست کنسولی را در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان بر عهده داشت. بعدا در همین نهاد سال 2014 معاون اول وزیر انتخاب گردید. تعیین آزاده رحمان به مقام رئیس دستگاه ریاست جمهوری سبب انتقاد رئیس جمهور شد که برای تقویت قدرت نزدیکانش را در مقام‌های مهم تعیین می‌کند. بنیاد نفوذشماری سازمان ملل گفت برای مساعدت در اجرای برنامه‌های به نقشه‌گیری اویلا در تاجیکستان از حکومت ژاپن تقریباً 2 میلیون دلار دریافت می‌کند. سازشنامه بین دو طرف چند پیش میان سفیر ژاپن در تاجیکستان و رهبر دفتر این نهاد در دوشنبه امضا شده است. گزارشی که حالا در این باره می‌بینیم با تکیه به نوارهای تهیه شده است که در یک کارخانه 3 ساله رفاه در مالایزیا برداشتند. پول دریافت کردهش را بنیاد سازمان ملل بر اساس یک برنامه 2 ساله برای خرید رفاه و دیگر وسایل پیشرفته حامله‌داری برای تاجیکستان صرف می‌کند. قرار است بر اساس برنامه تقویت بنقشه‌گیری اویلا در تاجیکستان برای سالهای 2017-2020 بیشتر از 700,000 نفر با وسایل گوناگون پیشگیری از حامله‌داری ناخواسته از جمله رفاه تامین شوند. هدف هم کمک برای حفظ صحتی زنان و کم کردن مرگ و میر کودکان در تاجیکستان بوده است. با وجود آنکه سالهای اخیر استفاده رفاه و دیگر وسایل جلوگیری از حامله‌داری ناخواسته در تاجیکستان رایج شده است، اما گروه‌های محافظه‌کار میگویند به کار بردن این وسایل برخلاف فرموده‌های اسلام است.
ҳукумати тоҷикистон мегӯяд барномаи банақшагирии оила барои коҳиши суръати афзоиши аҳолӣ ва ҳифзи саломатии занону кӯдакон равона шудааст. Бар асоси омори расмӣ аз миёни ҳар 1000 тифли навзод дар тоҷикистон 28 нафари онҳо ба 5-солагӣ нарасида мефафтанд. Аз байни 100 000 модаре ки тифла ба дунё меоранд 30 нафарашон ҳалок мешаванд. رو می‌آوریم با خبرگزاری‌های دیگر. بانک ملی توجیکستان در آغاز هفته جاری از بیمه بقربشوی اسعار ملی و بالا رفتن قیمت مال و کالا معیار بوستانویل را یکباره به 3.5% بالا برد که در گذشته کم نظیر بوده است. در یک ماه اخیر بار دوم است که معیار بوستانویل در توجیکستان زیاد می‌شود. عبدالله اشورов در صحبت با مهربان برهانов کارشناس امور بانکی اول از پیامد چنین اقدام برای اقتصاد پرسید. امروز در توجیکستان اقتصادیات ما در حالتی گویم نه آنقدر رشد کرده قرار دارد. مفصل‌تر اگر گویم به طور واسع این معیار تاثیر می‌رساند در مد اول به اون صاحبکارانی که از تشکیلات‌های قرضی قرض می‌گیرند. یعنی که هم به خودی بانک‌ها تاثیر منفی خود می‌رساند، هم به خودی گویم صاحبکارانی که امروز از محصولات بانکی استفاده می‌برند، از قرض‌های بانکی. میشود گفت که بالا رفتن معیار بوستانویل باعثی باز هم بالا رفتن قرض‌های بانک‌ها میشود در توجیکستان. قرضی نمی‌توانند فایز قرضی خود را برای میزبان پستر پیشنهاد کنند. یعنی که حداقل همون 16% که 16% که بانک ملی معین کرده از همون کم نباشد و از اون باید زیاتر بانک‌ها باید پیشنهاد کنند. این زمان بانک‌ها که تا این جانب گویم تشکیلات قرضی که فایز قرضی پسترین پیشنهاد می‌کنند، چی با قرب پولی، چی با پول ملی، چی با اسعار خارجی، اونها دیگر امکان ندارند که مثلا با مانند 10%، 12 و 15% بهره میزبان خود پیشنهاد کنند. روز تا روز صاحبکاران هنگامی که فایزهای قرض‌ها بلند شدن می‌گیرند از استفاده قرض‌های تجارتی دست می‌کشند و حالا آنکه امروز طبق بعضی از حسابات‌های آماری بیشتر از قرض‌های تجارتی که از بانک‌ها که کردیت‌هایی که گرفته میشن به خاطر برگرداندن قرض‌های کهنه خود مردم استفاده می‌برند. همگی یک فایز معین شاید 30-40% اون با هم قرض‌های استعمالی باشد و هم قرض‌های استحصالی. از این باشد یک فایز خردترینش با صاحبکاری استحصالی روانه میشود که این به واسطه چگونه که ما می‌دونیم اگر در دولت استحصالات نباشد روز تا روز فایزی با یک فایز معین، با یک مقدار معین قرب پول ملی همون کشور پس میشود و تاجیکستان نیز از گونه همین دولت ها است که امروز در ما اصلا زیاده از تقریبا 80% ما وابسته هستیم از محصولات خارجی که ما وارد میکنیم به کشور خود. در مد اول فکری بنده چنین است که باید این معیار بوستانویل در یک فایز معین، یعنی که شاید پستر کرده شود، نگاه داشته شود و از این منفعت میگیرد از پس بودن فایز معیار بوستانویل هم اقتصادیات کشور، هم بودجه دولت غنی می شود و همچنین گویم صاحبکاری هم استحصالی تا یک اندازه رشد می‌یابد. امروز یکی از سبب‌های اساسی بلند برداشتن معیار بوستانویل، فایز معیار بوستانویل از جانب بانک ملی در آن است که مردم بیشتر در حالت‌های بحرانی کوشش می‌کنند که اسعار خارجی به دست بیارند که زود رفته همون 1000 سومانی یا 500 سومانی معاشی که می‌گیرند از یک جا، اینکه از یک ماه به ماه دیگر برای زندگی خود قسمی از اون رفته زود یا که دلار یا که یورو می‌کنند به خاطر چی؟ به خاطری که همون مبلغ از دست ندهند. از یک طرف فیشنگ پیشگرفته بانک ملی که سیاست پیشگرفته بانک ملی از آن عبارت است که مردم بیشتر میل کنند به پول ملی، که استفاده کنند از پول ملی، نه اینکه پول ملی را گرفته رفته به قرب یک اسعار دیگر عوض کنند، بلکه همین پول ملی خود را ما استفاده کنیم. بسیارتر اینکه آموخته کردن مردم ما و همین چیز عادت کناندن مردم ما به پول ملی هست از یک طرف و از جانب دیگر ما آهسته نمیتونیم که هر سال که در یک سال 2 مرتبه 3 مرتبه گویم که معیار بوستانویل را بلند کنیم. به این هم معیار ما چگونه که شما قید کردید 16% است. از این اگر زیاد شود شاید که سرعت کسادشوی اقتصادیات، سرعت از بین رفتن شکستن بعضی از ساختارهای تجارتی و صاحبکاری بلندتر میشه، که سرعتش هم بلند میشه.
барномаро идома медиҳем. Як минаруби собиқи тоҷик талош дорад то осебдидагон аз минаро ба зиндагӣ баробар ва солим ташвиқ кунад. Дар 20 соли охир дар Тоҷикистон бинобар таркиши мина наздики 500 нафар маҷрӯҳ ва беш аз 300 нафар кушта шуданд. Шӯҳрат, ки яке аз осебдидагон аст, рӯзашро бо мусофиркашонӣ мегузаронад. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ як рӯз ӯро ҳамроҳӣ кард. شهرت منروبی سابق است. در ترکیش مینا معیوب شد و زندگیش را به مسافر کشانی میگذراند. سال 1995 با پدرش در طویلدره هنگام برچیدن مین از راه از یک پایش محروم شد. روزی فاجعه را یاد دارد. ما در وازمینای باور کنی خیلی تیما در گپ زدن با هم مرا روبارو کردن. ما در بهت وازمینای. در تاجیکستان جنگ شهروندی ادامه داشت. شهرت با پدرش راههای ماشین گذر را به ضرر می‌گردانیدند. هم بالای مینا داشتگی بودم خودم. مینا خیلی یک 30 سانتی متر ایس امو شنور کتی. بعد ای بالامو سنایپروی هم مجاهدو بعد تیرشاب می‌کردن. ای بالا تیر زدن. ما بعد ای نویلوجی پریدم. تاگی بود وقتی کفیدم پم پرید. امو سم به پا стапа меган русиқати симбипо ам симбипо да ам дили падарам задагӣ буд ам мехои муза ам хел ҳама ин ам хел круг ам хел дуромадагӣ буд да чиш да танаш вақте ки мара бурдан ховалин падарам қатим да вертолёт рафт баъд ҳамуҷа врачо гуфтанд ки ака наи пеши дил да чизе задагӣ ай ами дарди бача чӣ хел ай ки бача як маиб шава دیگه درد خودش موندگی سر رو هم ما از کوکو زدگی کفیدگی خون رفته است. این فقط همین بچه من نگاه کنه گفته. پس از چند سال فاجعه برادر مهاجرش با او این ماشین را خرید تا زندگیش را پیش برد. دید که وضعیت ما خیلی چیه بعد دادارم گفت که اگه ماشینت بخرم مایدم تاکسی کار کرد پروا داشتم. درآمد روزانه او از مسافرکشانی از 30 تا 40 سامانی را تشکیل می دهد و به خانه دست خالی نمی رود. او همراه با همسر و 3 فرزندش در خوابگاه یک حجرگی اجاره نشین است. رابیه همسر شهرت در زلزله شراره معیوب شده است. درد مشترک آنها را هم تقدیر کرد. هم وقتی شراره در زمین جنبیدم تای خوک موندگی بود یا همسایش برآوردگی یا دستش معیب ای همون وقت این دیگه این هم خیلی زندگیمون پیش برده استیم خیلی همیشه شکر. وزارت مدافع به شهرت خانه وعده کرده است. سالهاست به او میگویند نوبتش نزدیک است. 20 سال باز این وعده را میشنود. منت نمیکنم مثال ما خودم منت نمیکنم که ما جنگ کردم یا که چیکار چیزی کردیم نکردیم برای ملت خودمون برای دولت خودمون کردیم این یگون جای منتی نداره نه که ولی ناامید نیست و با دوستانش از طریق سازمانی تشکیل کردهش تقدیر به آسیب دیدگان از مینا کمک میرساند. кумитаи ҳолатҳои изтирории тоҷикистон мегӯяд дар рӯзҳои наврӯзӣ дар бархе аз манотиқи кишвар сел омада ҳамчунин тармафар омадааст. умеда юсупова сухангӯи ин ниҳод гуфт тармафароӣ дар қаламрави ноҳияи шуғнон ва рӯшон ба таърихи 21 ва 22 март ба мушоҳида расид ки дар натиҷа рафту омади нақлиёт мушкил гардид. ҷамила байдуллоева сардори раёсати маркази ҳавошиносии тоҷикистон дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт ки вазъи ҳаво дар рӯзҳои баъд яъне то 29 март боронӣ ва тағйирёбанда мешавад. ба идораҳо ва кумитаҳои давлатӣ оиди хатари омадани сел ва резиши тарма огоҳинома фиристода шудааст. ва як хабари дигар дар Тоҷикистон маликаи Наврӯзиро интихоб карданд. Дар даври ниҳоии озмун ки аз сӯи мақомоти кишвар ташкил шуд 31 зебусанам барои тоҷи маликаи Наврӯзӣ рақобат намуданд. Амриддин Олимов ки дар ҷанбасти озмун дар шаҳри Душанбе ширкат дошт мегӯяд ширкатдорон маҳорати худро аз рӯи 5 шарт санҷиданд.
و اخبار گزارش‌های از این بیشتر رو در وبسایت cw.azadi.org و صفحه‌های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر برای همراهی. به شما استراحت خوب می‌خواهیم و خدا نگهداری هر یک شما.